تراوت، حس خوب زندگی. وهب ابن عمرو که به اختصار به او بهلول عاقل یا بهلول مجنون نیز میگویند، در قرن دوم هجری قمری زندگی میکرده است. او اهل کوفه بود، شهری که در آن زمان مرکز علمی و فرهنگی مهمی بود. او در دوران خلافت عباسیان زندگی میکرد، زمانی که حاکمان به دنبال تثبیت قدرت خود بودند. این دوران تضادهای اجتماعی، نابرابری‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی زیادی داشت و به همین سبب است که بهلول به دلیل واکنش طنزگونه‌اش به این سری قضایا شخصیتی تاریخی پیدا کرد و تا کنون حکایت‌هایش مشهور عام و خاص و جاودانه است. ما نیز در این برنامه چند حکایت کوتاه از بهلول حکیم را آماده کردیم که تقدیم حضورتان می‌کنیم. باز هم یک روز ملال‌آور دیگر آغاز شد. این روزگار بد رقم ما را مایوس می‌کند. بهلول به قصر آمده، بریم و اندکی آزارش. مخاطبان عزیز رادیو دیدار، سلام بر شما، خوش آمدید به دیدار ما. بعد از یک وقفه کوتاه، او هم به خاطر توسعه دادن به محتوای کانال، باز هم به خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. خب این بار با یک خبر خوش. در کنار شعر و موسیقی و معرفی شاعر و دکلمه شعر و این صحبت ها که ما در گذشته داشتیم، اکنون یک قدم پا فراتر گذاشتیم و میخواهیم روی داستان های فارسی و هم به صورت انیمیشن کار کنیم و اولین نمونه این محتوا هم امروز تقدیم شما میشه که چند حکایت کوتاه از بهلول دانا هست و ما قصد داریم در آینده روی داستان های بیشتری هم کار کنیم. از جمله چیزی که روی دست هست فعلا و در قسمت ادیت قرار گرفته، داستان رابعه بلخی هست که بسیار جذاب هست و او را هم ما به زودی تقدیم شما میکنیم. خب یه قول به شما میدیم که محتوای بسیار مفید و بسیار جذاب تقدیم شما کنیم، اما یک خواهش از شما بیننده عزیز داریم. خواهش مادی نیست، فقط تنها خواهشی است که شما عزیزان تعامل بفرمایید با ما از طریق کامنت ها و یا نظرهایی که به ما میدین و لایک ویدیوهای ما و مهمتر از همه سابسکرایب کانال ما هست که خیلی برای ما میتونه ارزشمند باشه و ما میتوانیم از این طریق بیشتر با شما باشیم و کارهای حرفه‌ای تر تقدیم شما کنیم. خب میریم و با هم نمونه اول از کار انیمیشنی کانال میبینیم و البته یک مقدار نواقص داشت که مطمئناً در برنامه‌های بعدی ما او نواقص برطرف خواهیم کرد. از شما بیننده محترم خواهش میکنم که بیننده این ویدیو باشین تا آخر. من از حضور شما فعلا مرخص میشم و تا دیدار دیگر شما را بدرود میگیرم. رادیو دیدار. باز هم یک روز ملال‌آور دیگر آغاز شد. این روزگار بد رقم ما را مایوس می‌کند. بهلول به قصر آمده، بریم و اندکی آزارش دهیم. ای کاش از خدا چیز دیگری طلب می‌کردم. سلطان به خوش آمدی بهلول. کجایی؟ نمی‌دانی ما چقدر از ندیدنت دلگیر می‌شویم؟ و از دیدنمان آزرده خاطر. بهلول، شنیدم که تو خر بیچاره‌ات را بد رقم شلاق زدی؟ مگر آن زبان بسته چه گناهی کرده که به دام تو افتاده است؟ نمیدانی این کار جرم است؟ ببخشید عالی جناب، فکر نمی کردم که زدن خر هم جرم باشد. بله، در قلمروی ما جرم است و به شدت با آن برخورد می شود. برو خدا را شکر کن که ما خاطرت را می خواهیم. شک نکن اگر این گونه نبود حتما همانقدر که تو خر را شلاق زدی دستور می دادم تا تو را شلاق بزنند. مرا عفو کنید عالی جناب. اگر می دانستم آن خر از بستگان شماست هرگز او را شلاق نمی زدم. بهلول، روزی این زبان سرخ تو سر سبزت را به باد می دهد.
بهلول سگی با وفا داشت که روزی مرگش فرا میرسد. به سبب علاقه زیادی که بهلول به سگش داشت، او را در قبرستان مسلمانان دفن می کند. این کار او باعث خشم مردم می شود. آنها این کار بهلول را توهین به مقدسات تلقی می کنند و از او نزد قاضی شکایت می کنند. قاضی هم حکم اعدام بهلول را صادر می کند و بهلول در آستانه مرگ قرار می گیرد. بر پایه کدام استدلال مرا مستحق مرگ می دانید؟ این که سگی را به خاک تو سپردم. به گناهی بزرگ مرتکب شده ای و سزای جز مرگ نداری. از کدام گناه سخن می گویید؟ به حکم کدام قانون معصیت کردم؟ تو خودت خوب میدانی که گناهکاری، تو را نمیتوان بخشید. من از مرگ واهمه‌ای ندارم، اما مرگ به این خفت و زاری شایسته من پیرمرد نیست. شکوه و ناله دیگر بس است. من آمدم تا به تو ابلاغ کنم که صبح تو را به دار مجازات آویزان خواهیم کرد. صبح وصیتت را به من بگو. خداوندا، خدا را چه دیدی؟ شاید در وصیت تو چیزی بود که از مجازاتت صرف نظر کردیم. بهلول لرزان و ترسان می شود. او حتی در بیداری هم کابوس‌های بسیار وحشتناک می بیند. او به فکر چاره‌ای می افتد تا خود را از دام مرگ نجات دهد. خداوندا یاریم کن، راضیم به رضای تو. به به بهلول، چه شده که چنین زیبا و نورانی شده ای؟ نکند میخواهی به دیدار ملک الموت چنین زیبا و نورانی بروی؟ خیر، این گونه نیست. من سگم را در خواب دیدم. او گفت امروز برای من روزی میمون و مبارک است. بهلول، بی دلیل نیست که تو را دیوانه میگویند. من قبل از اینکه سگم از دنیا برود تمام مال و داراییم را به او بخشیدم و او دیشب به خوابم آمد و وصیت و سفارشی داشت بر من و من بر خود واجب می‌دانم تا سفارش او را اجرا کنم. بهلول، این مهملات چیست که به هم میبافی؟ احمق، خر خودت هستی. فکر میکنی که ما تو را به بهانه جنون میبخشیم؟ اتفاقا من خودم را به خواسته سگم آراسته کردم تا به شما ثابت کنم که در سلامت کامل روانیم و هیچ جنونی در کار نیست. خب مردک دیوانه، آخر کلامت را بگو. قبل از مرگ من از شما خواهش میکنم تا وصیت سگم را به جا آورید. چه کنیم؟ وصیت سگت را به جا آوریم؟ حتما سگت هم وصیت کرده که تو را از پای چوبه دار به مسند پادشاهی بنشاند. نه، دیشب سگم به من سفارش کرد که اگر شما شهادت دهید که او سگی مسلمان است، تمام مال و داراییش را به شما خواهد بخشید. خدا بیامرزد سگت را. خداوند به او نعمتهای اخروی اعطا کند. سگ خدا بیامرزد کدام وصیت دیگری نداشت؟ نه جناب قاضی، سگم وصیت دیگری نداشت. خداوند شما را نیز با اون محشور بدارد. آمین. تو دیگر آزادی. خداوند سگت را هم بیامرزد. به تو هم تسلیت میگویم. قاضی خوب میدانست که بهلول دروغ میگوید و بهلول هم خوب میدانست که قاضی میفهمد که او دروغ میگوید. اما در این میان بهلول تمام اموالش را داد تا زنده بماند و قاضی هم چیزی از دست نداد، اما اموال بسیاری به دست آورد. جوانی برای یافتن راه حلی برای مشکلات خود بهلول حکیم را جستجو می کند. او سرانجام بهلول را در سایه درختی در دشت پیدا می کند. جوان از بهلول می پرسد: پدرم می گوید راه حل مشکلات تو ازدواج کردن است. نمیدانم که پدرم چه حکمتی در ازدواج من می بیند. بهلول لحظه مکث می کند و سپس در جواب مرد جوان می گوید: خب مشخص است که پدر تو هم شخص دانایی است. حکمت این سخن در این است که بعد از ازدواج به جای یک نفر 2 نفرتان به فکر این باشید که چه خاکی بر سر کنید.
و در اینجا مرد جوان نابود می شود. تراوت حس خوب زندگی.